پرونده ترشی‌ها رو با این ترشی بادمجون شکم پر برای همیشه بستم. برای این ترشی خوشمزه حتما از بادمجونای ریسر استفاده کنید، یعنی هرچی بادمجون شما سایزی کوچکتر باشه بهتره. شکم بادمجونا به این صورت یک مقدار چاک بدین تا از همدیگر باز بشه. بادمجونا بریزین داخل یک دیگه کلونه و روی هم سرکه بریزین. یه عده ای بادمجون با آب و سرکه میجوشونن، ولی من با سرکه تنها میجوشونم. ولی اگه فکر میکنین با سرکه خیلی ترش میشه، میتونین نصف سرکه بریزین، نصفی هم آب. 2 قاشق نمک هم برو بادمجونا بریزین و بگذارین که به جوش بیاد. از موقعی که بادمجونا به جوش میاد 10 دقیقه حتما باید بجوشه تا یک مقدار بادمجونا نرم بشه ولی اصلا له نشه. بعد از اینکه 10 دقیقه بادمجونا جوش خورد، اونا رو از داخل سرکه بالا بکشین و داخل یک سبد بگذارین تا سرد بشه. این سرکه جوشیده شده هم دور نریزین چون بعداً برای همین ترشی لازم داره. تو این فاصله که بادمجونا سرد میشه، میرین که مواد میانی وسط شکم بادمجون حاضر کنین. هویج، سیر، یک مشت پر گل کلم، فلفل دلمه تازه، سبزی مثل جعفری، نعنا و گشنیز و فلفل قرمز تند که این ترشی هر چه تندتر باشه خوشمزه تره. همگی با هم داخل میکسر بندازین و بلند کنین. این هم از ادویه‌های خوشبو و خوشمزه این ترشی که حتما داخل کپشن ویدیو به شما می‌نویسم که چه استفاده کردم. وسط بادمجونای جوشیده شده یک مقدار با دست به این صورت باز کنین و از اون موادی هم که میکس کردین داخلی رو پر کنین. همگی که به همین صورت آماده کردین داخل او ظرف یا دبه ترشی خور رو هم دیگر بچینین و او سرکه هم که بادمجونا با او جوش داده بودیم و سرد شده بود برون بریزین. یک تیکه نبات کوچیک هم حتما بعد داخل از این ترشی بندازین. حالا خانمای زرنگ بگن که این نبات برای چی بود. این ترشی بعد از 1 هفته قابل استفاده. از طعم و مزه این ترشی هر چی بگم کم گفتم.